چرا کار ما به اینجا کشید؟ بالا رفتن روزافزون قیمت‌ها، به کمبود حقوق کارمندان و کارگران، زندگی عده زیادی از خدمتگزاران مملکت را آشفته و در مخاطره قرار داده است. آنهایی که به نحوی از آنها با بیت المال ملت بازی کردند و کشور را از مسیر واقعی خود به دور داشتند، به شدت تحت تعقیب و مجازات قرار داد. چه انتظار دارید از من؟ انتظار سکوت، انتظار آرامش. چرا؟ تا کی؟ مهاجرت نامناسب روستاییان به شهرها و قدرت‌های خرید بی‌حساب گروهی پول مفت به دست آورده، بازار بورسبازی زمین، گرانی ارزاق عمومی و تورم سرسام‌آوری را موجب شد. حاکم و والی هرچه خواست می‌کند، هرچه او خواست شهردار می‌شود، ولو اینکه سراپای وجودش از فساد و تباهی لبریز باشد. مردم چه قضاوت، چه عکس العملی در روحیه این مردم به وجود میاد؟ از اونجا قیاس کنید که چه کردن، چه ببینید با شما چه کرد، با مجلس ایران چه کرد، با قوه مقننه ایران چه کرد. ستم، ظلم، تعدی، اختناق، فریادها رو ابتدا در سینه ها خفه کرد، ولی فریاد از سینه ها بیرون میاد، فریاد از پشت دیوار زندان ها بیرون میاد. اون وقت فریادها تبدیل میشه به عصیان.